سال 1270 تبریز. بازار شهر خلوته و گزمه ها همه جای شهر گروه گروه ایستادن. هر دسته از مردم که جایی جمع میشن، گزمه ها سریع خودشون رو میرسونن تا چوب و فلکشون کنن. مردم ناراحت و عصبانی هن، اما ترس هم هست. ماجرا چیه؟ همه چی برمیگرده به تحریم تنباکو. بعد از اینکه ناصرالدین شاه قرارداد رژی رو امضا کرد و برای 50 سال امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو رو به طالبوت انگلیسی داد، نماینده های این شرکت راهی منطقه های مختلف شدند تا به فروشنده ها و مردم اطلاع بدن از این به بعد همه چیز در اختیار انگلیسی هست. اول مردم شیراز اعتراض کردند، بعد خبر به اصفهان و مشهد رسید. اما ظاهراً تبریزی ها خیلی زود مغازه هاشون رو بستن و به شاه تلگراف زدن که زیر بار این قرارداد نمیرن. نیروهای حکومت خیلی زود سرکوب رو شروع کردن. اونا به زور بازاری ها رو وادار کردن تا مغازه هاشون رو باز کنن. همین بود که فضای شهر ملتهب شده بود. هم خشم بود، هم غم. درست توی اون اوضاع بود که سر و صدایی از یه گوشه بازار شنیده شد. 40 زن در حالی که چادراشون رو دور کمرشون بسته بودن و چوب به دست گرفته بودن، رفتن سراغ بازاری ها. تهدیدشون کردن تا مغازه ها رو ببندن و برن خونه هاشون. مردایی که تو قهوه خونه نشسته بودن شوکه بودن از دیدن این منظره. این 40 زن نه فقط مغازه ها رو بستن که گزمه ها رو هم از بازار بیرون کردن. چند ساعت بعد وقتی گزمه های تازه نفس از راه رسیدن، دیگه زنا اونجا نبودن. همشون تو محله های مختلف گم و گور شده بودن. اما فردا هم که خواستن دوباره بازار رو باز کنن، این 40 زن از راه رسیدن. 3 روز تمام این زنها بودن که بازار تبریز رو تعطیل کردن. روز سوم یکی از زنها اومد سمت مردایی که تو قهوه خونه نشسته بودن، ایستاد جلوشون و چادرش رو باز کرد و گفت: اگه شما مردا جرأت ندارید جزای ستمپیشه ها رو کف دستشون بذارید، اگه میترسید که دست اراذل و اوباش رو از مال و وطنتون کوتاه کنید، چادر ما رو سرتون کنید و برید کنج خونه بشینید. اون زن چادرش رو پرت کرد سمت مردا و رفت. اما همین کار باعث شد بازار تبریز تا زمان لغو قرارداد بسته بشه. قصه این شماره ما درباره همین خانومه، کسی که در حمایت از تحریم تنباکو بازار تبریز رو با کمک 40 زن دیگه تعطیل کرد. من کریم نیکونظرم و این شماره 5 از فصل 3 رادیو تراژدیه که گوش میکنید. این شماره قراره بریم سراغ زینب پاشا، کسی که معروف بود به بیبی پاشا، زینب باشی یا دده باشی. یه زن عادی تو دوره ناصرالدین شاه که برای زندگی بهتر، برای آزادی جنگید و تبدیل به افسانه شد. این یه اپیزود کوتاه درباره یه قهرمان زن. قصه ما از زمان ناصرالدین شاه شروع میشه. از یه محله تو شمال تبریز که البته مردمش فقیر بودن. برخلاف تصور که فکر میکنن همیشه آدما شمال شهریا پول دارن، توی اون دوره توی تبریز محله عمو زین‌الدین یه محله بود با ساکنین فقیر که به سختی کار میکردن. محله عمو زین‌الدین البته بعدها خیلی مشهور شد. محله‌ای بود که زمان جنگ‌های دوران مشروطه و نبردهای خیابونی ستارخان نقش مهمی بازی کرد. کلی از این نیروها توی ارتش ستارخان بودن و نقش مهمی داشتن توی پیروزی خیابونی مشروطه چیا. به لحاظ جغرافیایی هم بخوام براتون بگم، این محله چسبیده به محله امیرخیز که متحد ستارخان بود. اما قصه ما مربوط به سالا قبل از این ماجراست، قبل از این که اصلا مسئله مشروطه مطرح بشه. ببینید درباره زینب پاشا اطلاعات زیادی نیست. من اون چیزهایی رو که تونستم پیدا بکنم رو براتون میگم. پدر زینب پاشا مردی بود به اسم سلیمان خان که میگن اهل روستایی نزدیک اسکو بوده. بعدها وقتی که زینب پاشا به دنیا اومده بوده به محله عمو زین‌الدین. چیزی بیشتر از این هم درباره خانواده زینب پاشا واقعا وجود نداره. یعنی معلوم نیست برادری داشته، مادرش کی بوده، اصلا خواهری داشته یا نه. اغلب ساکنای این محله، یعنی محله عمو زین‌الدین، تو کار فراوری و فروش نمک بودن. سلیمان هم یکی از اونا بوده. البته نه از طبقه تجار که از طبقه کارگر بوده. درباره اینکه خود زینب پاشا چه سالی به دنیا اومده هم هیچ اطلاعاتی نیست.
توی کتابا سنش جور و جور اومده. یه عده گفتن وقتی مشهور شد حدود 50 سالش بود، یه عده هم میگن حدوداً 30 سالش بود. و خب میدونید دیگه 20 سال اختلاف توی تاریخ واقعاً شوخی بردار نیست، هزار جور اتفاق ممکنه افتاده باشه. شاید یه دلیل این ابهام‌ها درباره آدمی مثل زینب پاشا اینه که اصلا از خانواده ثروتمند یا بنامی نبوده، بنابراین گذشته‌اش زیر آوار مونده. کسی هیچ وقت کنجکاوی نکرده که ببینه اون کی به دنیا اومده. مثل اغلب مردم عادی که همیشه زیر سایه قرائت رسمی هستن، اونم مدفون شده. اما بر اساس اطلاعاتی که وجود داره، زینب پاشا مکتب رفته بود، به هر حال سواد داشت، هرگز هم ازدواج نکرد. میگن زن قوی هیکل بود که تو کل محله چهره شناسی بود، هم بابت اینکه قوی بود و کسی باهاش در نمیافتاد، همین که آدم با جربزه‌ای بود. مشهوره که هرگز روبنده نمیزد. تو اون موقع یعنی در دوره قاجار و در زمان ناصرالدین شاه به کسی که روبنده نمیزد میگفتن کشف حجاب کرده. معناش اون چیزی نیستش که در دوره رضا شاه مطرح بود که روسری و چادر رو بردارن. زینب پاشا یکی از اون کساییه که خیلی قبلتر از این ماجراها، قبل از اینکه حالا آدم‌های مشهوری دست به این کار بزنن و مثلا روبنده رو بردارن، اون پارچه رو از جلوی چهرهش برداشت. اما ویژگی‌های دیگه‌ای هم داشت جز این. مثلا میرفت به قهوه خونه و اونجا چای می‌خورد و قلیون می‌کشید. بازم اینو باید بگم دیگه، این عمل خیلی نامعمول بود توی قهوه خونه که جای مرداست یه زنی بدون روبنده بره بشینه اونجا چای بخوره قلیون بکشه و اینا. گفتم اینا رو بدونید که کاراکتر جالبی داشت خانم زینب پاشا. پس روبنده نمیزد، آدمی بودش که تو قهوه خونه میرفت، قوی هیکل بود و حرف شنوی داشتن مردای محل ازش. شاید یه جورایی به زن بهادر هم بوده. اولین باری که اسم زینب پاشا تو کل شهر میپیچه برمیگرده به همون ماجرایی که اول پادکست گفتم. ناصرالدین شاه قرارداد تنباکو رو امضا میکنه و طبق این قرارداد انحصار تولید و خرید و فروش تنباکو و توتون تو بازارهای داخلی و خارجی در ازای پرداخت مبلغ 15,000 لیره و 1/4 سود خالص به دربار شاهنشاهی برای 50 سال به طالبات واگذار میشه. خب توی اون دوره مردم به شدت وابسته بودن به این صنعت. میگن حدود 1/3 مردم ایران درگیر مسئله توتون و تنباکو بودن، هم کشاورزا، هم تجار و هم بازرگانا. وقتی خبر رسید که مصرف تنباکو حرام اعلام شده، مردم مغازه‌ها رو بستن. توی تبریز 20,000 نفر مسلح شدن که اگه اتفاقی افتاد بتونن از خودشون دفاع کنن. یه تلگراف زدن به شاه، گفتن ما زیر بار این ماجرا نمیریم. ضمن اینکه توضیح دادم نماینده‌های شرکت طالبات رفتن شهرهای مختلف تا به تجار و اهالی بگن که از این به بعد با ما طرفید. ولی تبریز تنها شهریه که نماینده انگلیسی‌ها رو راه نمیده. همین ماجراها میشه که شاه رو به واکنش وامی داره. شاه وقتی میفهمه که توی تبریز مردم مسلح شدن، به این فکر میفته که یه قشون بفرسته اونجا حالشون رو جا بیاره در واقع. اما قبل از اون یه عده باش صحبت میکنن و اینها نظرشو جلب میکنن به اینکه یه پیک بفرسته مذاکره بکنه. کی رو میفرستن؟ آقا علی آشتیانی که ملقب بود به امین حضور. این آقای امین حضور یه جورایی شهردار تهران بود و بعدها هم شد حسابدار شاه. حالا عنوان حسابدار توی تاریخ یه جور دیگه است دیگه توی اون دوره قاجار، ولی به هر حال حساب کتاب شاه رو انجام میداد. خب خیلی هم مشهور بود به اینکه اهل انصافه و مردم حرفشو گوش میدن چون آدم بدنامی نیست. شاه هم بر همین اساس آقا علی آشتیانی رو فرستاد به تبریز. میگن مردم تبریز وقتی خبر سفر آقای امین حضور رو شنیدن، یه کاغذ رو سوراخ کردن، انداختن گردن یه سگ و گفتن این امین حضوره که فرمان شاه رو آورده. خبر که به امین حضور رسید، 2 فرسخی تبریز ایستاد. 2 روز معطل بود برای اینکه یه راهی پیدا کنه وارد تبریز بشه. اون زمان مظفرالدین میرزا که ولیعهد بود خبر رو شنید، با کالسکه رفت دنبالش و اونو آوردش توی شهر. 1-2 روز بعدم آقای امین حضور رفتش دیدن میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی که رهبر دینی بود توی تبریز، در واقع حامی ماجرای تحریم تنباکو و اینها بود و همین دلیل مذاکرات رو شروع کردن. میگن توی اون جلسه جرئت نکرد که ماجرای شکستن تحریم رو اصلا مطرح بکنه. یه سری هدایا رو از طرف شاه داد و خلاصه کار رو تموم کرد و اومد بیرون، گفتش که این فایده ای نداره. ولی با این همه نیروی حکومت شروع کرد به سرکوب مردم، بازارا رو باز کرد، شروع کرد به پراکنده کردن مردم و خلاصه مجبور کرد همه رو که تابع قانون شاه بشن. با اینکه مدام مخالفت توی شهر شنیده میشد، آدم‌ها جاهای مختلف جمع می‌شدن، شعار می‌دادن، شیشه ها رو میشکوندن، خلاصه تظاهرات می‌کردن دیگه.
مهمترین اتفاق این بود که اونها جلوی اعتصاب بازاری‌ها و مغازه‌دارا رو گرفتن. رفتن در خونه بازاری‌ها، وادارشون کردن که بیان سر کارشون. 1-2 روز اوضاع همینجوری بود تا اینکه روز سوم زینب پاشا و نیروهاش اومدن بازار. گفتم مغازه‌ها رو بستن، مغازه‌دارها رو وادار کردن که برن خونه‌هاشون و اعتصاب ادامه پیدا کنه. چجوری هم زینب پاشا ماجرا رو شنیده بود؟ ظاهراً یکی از این زن‌هایی که باش در ارتباط بود توی یه جلسه مذهبی شنیده بود که تحریم شده تنباکو و نیروهای شاه دارن باشون مقابله میکنن برای اینکه این تحریم رو بردارن. زینب پاشا همون موقع یه دسته 40 نفری رو جور کرد و همراه اونا بود که اومد توی بازار. اغلب این آدم‌ها از خانواده‌های فقیر بودن. بعضیا شوهراشون رو از دست داده بودن، بعضیا مجرد بودن، بعضیا اینقدر فقیر بودن که نون نداشتن برای خوردن. ولی همه اونها اومدن جزو ارتشی که زینب پاشا درست کرد. این زنها همشون چوب دست داشتن، چادراشون رو به کمرشون بسته بودن، روبنده ها رو بالا زده بودن و اومده بودن برای اینکه حقشون رو بگیرن. نکته مهم اینه که زینب پاشا عین چریکا زندگی میکرد. با اینکه اسمش سر زبونا افتاد، نیروهای دولتی دنبالش بودن و خلاصه همه جا رو میگشتن، نتونستن پیداش کنن. بعد از اینکه قائله تموم شد و شاه پذیرفت که قرارداد رو باطل بکنه، زینب پاشا هم گم شد. شاید هم گم نشد، شاید تو همون محله عمو زین‌الدین بود، ولی کسی از جای مخفی شدنش یا از جای زندگیش چیزی به کسی دیگه ای نمیگفت. همه رازدار همدیگه شده بودن. از اون به بعده که انگار یه زندگی مخفی داره. هر وقت خودش کاری داشت دیده میشد. حداقل تو کتابای تاریخ دربارش اینجوری گفتن. چیزی نگفتن از اینکه محل زندگیش کجا بوده و آدم‌ها یا مزاحمش شدن یا نه. همین زندگی مخفیانه یا در اصل دور از چشم مأمورها بود که جونشو نجات داد. به نظر همه این یه کار قهرمانانه بود که با جسارت تمام انجام شده بود، بنابراین دیگه نیازی به استمرار نداشت. ولی قصه زینب پاشا قرار نبود به همین جا ختم بشه. چی کار کرد بعدش؟ یه خورده صبر کنیم براتون تعریف کنم. ماجرای بعدی با یه فاصله طولانی اتفاق افتاد. دیگه ناصرالدین شاه مرده بود و مظفرالدین میرزا بدل شده بود به مظفرالدین شاه. طبق سنت حکومت قاجار، ولیعهد در تبریز عهدهدار ردخ و فتق امور جاری بود. اما اون زمان یه بحرانی دامن کشور رو گرفته بود. خشکسالی‌های پی در پی اتفاق افتاده بود، غلات کم بود و بحران نون به وجود اومده بود. توی تهران بعد از اینکه مردم اعتراض کردن و بست نشستن و به هر حال شورش کردن یه جورایی، مظفرالدین شاه دستور داد که یه یارانه یا یه سوبسیدی در نظر بگیرن برای نون و گندم رو با قیمت پایینتری به نونوایی‌ها برسونن. ولی تو جاهای دیگه اینجوری نبود. این اتفاق نیفتاد. یه دلیل عمده داشت. دلیلش این بود که کشور این ملوک الطوایفی اداره میشد دیگه. خانها و شاهزاده‌ها و افراد سرشناس بودن که داشتن بخش‌های مختلف رو اداره می‌کردن. توی تبریز بحران جدی‌تر هم بود. دلیل اصلیش این بود که محمد علی میرزا که حالا ولیعهد شده بود، بخش وسیعی از املاک آذربایجان رو داشت، یا متعلق به خودش بود یا همسرش، و اونها گندم‌ها رو جمع می‌کردن و احتکار می‌کردن. یعنی خود عوامل دولتی هم توی احتکار نقش داشت. علاوه بر این که بازرگان‌ها سهم دولتی‌ها رو میدادن و خودشون احتکار می‌کردن، گندم رو می‌خریدن نگه می‌داشتن برای اینکه زمستون گرونتر بفروشن، خود عوامل دولت، آدم‌های دولت هم همین کار رو انجام می‌دادن. یه همدستی انگار بین خانها و ثروتمندا و تجار و عوامل دولتی وجود داشت برای اینکه از این بهره ببرن، از بحران نون و کمبود غلات. تو همین ایام بود که زینب پاشا دوباره اسمش سر زبون افتاد.
ماجرا برمیگشت به یه آدمی که مرتبط بود با دولت و حکومت و البته شخص ولیعهد. این آقا اسمش میرزا عبدالرحیم خان ملقب به ساعدالملک بود. ایشون منتسب بود به سادات طباطبایی و اولین کاری هم که تو ساختار دولت انجام داده بود این بود که آجودان وزارت خارجه شده بود. حالا زیاد به کلمه آجودان توجه نکنید. اینا پیک وزارتخونه بودن. کارشون این بود که پیام‌های وزارتخونه رو به سفارتخونه ها میرسوندن. ایشون شخصی بود که مرتبط بود با سفارت روسیه و پیام‌ها رو میبرد به سفارت روسیه. بعدها البته اوج گرفت کارش. یه دوره رفتش استانبول، بعدها مثلا سفیر کبیر ایران شد در روسیه و اینها، ولی تو اون دورای خاصی که ما تعریف میکنیم تبدیل شده بود به پیشکار آذربایجان، یعنی همه کاره امور دولتی آذربایجان رو انجام میداد. میرزا عبدالرحیم به اعتبار شغلش زمین زیاد داشت و از عزیز کرده های حکومت و ولیعهد بود. به همین دلیل تونسته بود کلی از غلات رو احتکار بکنه، تو انباراش نگه داره تا قیمت بره بالا. سال 1274 شمسی بحران نون توی آذربایجان و تبریز جدی شد. نه فقط گندم و غلات دیگه نبود که اصلا دیگه مردم نون برای خوردن نداشتن. از اینجاست که قصه شروع میشه. مردم که گشنه بودن و دیگه طاقتشون به سر رسیده بود، برای اینکه به وضع موجود اعتراض بکنن و گلایه داشتن از همه چی، راه میافتن میرن سمت خونه حاکم. میخواستن هم گفتگو کنن، به قول معروف بشینن حرف بزنن، صداشون رو یکی بشنوه. اما قبل از اینکه اصلا به محدوده گفتگو برسن، به دایره گفتگو برسن، معلوم شد که آقای پیشکار 30 تفنگچی رو استخدام کرده تا از خونش محافظت کنن. این 30 تا تفنگچی وقتی مردم رو میبینن شروع میکنن به شلیک سمت اونا. توی این درگیری که دم خونه آقای پیشکار اتفاق میفته، 30 نفر که اغلبشون زنم بودن کشته میشن. مردم که بی پناه مونده بودن و غافلگیر شده بودن نسبت به این واکنش فرار میکنن. یه سریشون میرن کنسولگری روسیه بست میشینن، یه سریشون فرار میکنن تو کوچه پس کوچه ها که گیر نیفتن و واقعا فکر میکردن که دیگه کاری ازشون بر نمیاد، حاکم شهر داره بهشون تیراندازی میکنه. اینجاست که زینب پاشا وارد معرکه شد. توی این مدت گروه زینب پاشا عوض شده بود. گفتم اولین بار 40 تا زن باش همکاری میکردن، ولی بعد از اون توی قصه بحران نونی که به وجود اومد توی تبریز، معلوم شد که زینب پاشا گروهش رو سر و سامون داده. 7 تا فرمانده زن داشت خانم زینب پاشا که امور مختلف رو انجام میدادن. اسمشون این بود: فاطمه نسا، سلطان بیگم، ماه شرف، جانی بیگم، شاه بیگم، خیرالنسا و ماه بیگم. اینا مسئول گروه‌های مختلف زنان بودن، نه فقط تو محله عمو زین‌الدین که از محله‌های دیگه. کارشون سازماندهی بود. زنهای مختلف رو که آمادگی داشتن وارد این قصه بشن و بتونن برای حقشون بجنگن و سر و سامون داده بودن، بهشون یاد داده بودن چی کار بکنن و آمادهشون کرده بودن برای روزهای مبادا. یه روز مبادا هم همین بود. بعد از اینکه تیراندازی شد و کشته دادن مردم تبریز، گروه زینب پاشا وارد ماجرا شد. چیکار کرد زینب پاشا؟ اول یه گروه از نیروهاشو فرستاد یه بازاری به اسم دلل زن که همون بازار دلال هاست در واقع. حالا امیدوارم اسمشو درست گفته باشم. اونا رو فرستاد تا ببینن آیا میشه راست بازار رو بس یا نه. این راست بازار مهمترین بازار تبریز توی اون زمان بود. اون موقع زنا تونستن راست بازار رو ببندن و سمت خونه میرزا عبدالرحیم حرکت کنن. میگن اون روز زینب پاشا تونست 3000 زن رو مسلح کنه. وقتی این زنها میرسن دم خونه پیشکار دوباره درگیری شروع میشه، ولی این بار درگیری به این راحتی ها تموم نمیشه. این 3000 زن آماده بودن برای نبرد و آماده بودن برای کشته شدن. توی اون موقعیت میرزا عبدالرحیم متوجه میشه که هیچ راه حلی وجود نداره، فرار میکنه و میره پیش محمد علی میرزا که ولیعهده. ولیعهد پیام میده به مردم و به زینب پاشا، میگه که شما تعطیل بکنین، آتش بس اعلام بکنین، میایم مذاکره میکنیم. زینب پاشا هیچ حرفی رو قبول نمیکنه. دوباره نیروهاش رو تو خیابون میاره، نگهشون میداره و اونا حمله میکنن به خونه و انبار میرزا عبدالرحیم و همه کالاهای احتکار شده رو میارن بیرون و بین مردم پخش میکنن. تو تمام این مدت خود زینب پاشا خط مقدم بود. معروفه که روی چوبی که داشت میخ کوبیده بود، چند تا تیکه فلز چسبونده بود تا سلاحش قوی تر بشه. بین نیروهاش کسایی بودن که تفنگ داشته باشن، ولی اسلحه اصلی زینب پاشا همین چوب بود. این چوب میخدارش ظاهرا بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به چشم میومد. فکر نکنید این حمله کار رو به نفع مردم تموم کرد. نه، همین حمله باعث سرکوب بیشتر شد.
حالا پولدارا و حاکمای محله ها به این نتیجه رسیده بودن که نمیتونن جلوی شورش رو بگیرن. یه سری نیروی جدید گرفته بودن که از خودشون محافظت کنن. مشهوره که افراد حکومت بین 40 تا 100 تفنگچی پولی همون مزدور رو به کار گرفته بودن تا از دارایی‌هاشون محافظت کنن. ولی روش چریکی زینب پاشا و قیامی که از تو خونه‌ها، از تو خانواده‌ها شروع شده بود نشون میداد که از این سلاح‌ها نمیترسه. حالا مردای تبریزی هم فهمیده بودن که مسئله واقعا زنونه مردونه نیست که عقب بشینیم. آدم بی‌طرفی وجود نداره. مسئله حق حیاته و برای حیات باید جنگید. برای همینم بود که درگیری‌ها هی ادامه پیدا می‌کرد. نه فقط تو تبریز که تو روستاهای اطراف. حالا خانه‌ها هم ترسیده بودن. هر از گاهی وقتی بارشون رو بیرون می‌آوردن یه دفعه با حمله چند تا زن روبرو می‌شدن. ماجرا این اون قصه انگلیسی رابین هوده، با این فرق که قهرمانش زینب پاشاست و فرمانده‌های زنش. خیلی از اون تاریخ نگذشت که دوباره گندم نایاب شد. این کلاهبرداری تجار و نمیدونم محتکرین گندم بازم ادامه پیدا کرد. بازم اونا کوتاه نیومدن، یعنی نترسیدن انگار. حالا دیگه سلاح هم داشتن، فکر می‌کردن با کشت و کشتار مشکل حل میشه دیگه. این وسط اسم یکی از اشخاص خیلی تو تبریز مطرح شد. کی؟ نظام العلما. این آقا اصلا کاری با ولیعهد هم نداشت. با خود مظفرالدین شاه در ارتباط بود، سر و سر داشت با اونها و مجاز شده بود که غلاتش رو هر وقت دوست داشت بفروشه. بنابراین نمیفروخت. درسته که تو بحران بودن و قیمت هم حتی بالا رفته بود و اصلا مردم رو میدید که گشنن، ولی گندم رو به دست مردم نمیرسون. همین کارهایی که کرده بود باعث اعتراض مردم شد. مردم دوباره شروع کردن به تجمع تو جاهای مختلف، توی بازار، تو کوچه ها، تو خیابون ها و اعتراض کردن به این وضعی که در تبریز وجود داره. اون زمان امیر نظام گروسی شده بود پیشکار آذربایجان. این آقا رفت که مردم رو آروم بکنه، قانعشون بکنه که مشکل رو حل میکنه. به هر حال گفتش که این مشکل جزئیه، با مذاکره هم حل میشه. ولی مردم حرفشو گوش ندادن. راه افتادن و رفتن سراغ خونه نظام العلما. گفتم این آقای نظام العلما هم مثل بقیه پولدارا اومده بود یه سری تفنگچی استخدام کرده بود تا با این افراد برخورد کنن. منطقش هم این بود که میگفتن آقا اینا دارن شورش میکنن، تو شهر رو به هم ریختن، امنیت شهر رو به هم ریختن، نظم شهر رو به هم ریختن، باید جلوگیری بشه. یه سری نیروی جدید اضافه کرده بودن به نیروهای حکومتی، آدم‌هایی که پول میگرفتن، کار میکردن و آدم میکشتن. البته اینو بگم اولش همه چیز در حد شعار بود، یعنی جمع میشدن مردم شعار میدادن. اما وقتی نیروهای حکومت و تفنگچی‌ها سمت مردم شلیک کردن دیگه قصه مثل قبل نبود. مردم فرار کردن، یه سری آدم کشته شدن و بعد یه عده دیگه اسلحه آوردن و سمت نیروهای حکومتی و اون تفنگچی‌های استخدامی و پولی شروع کردن به شلیک کردن. این قصه تا شب ادامه داشت. هر از گاهی دو طرف به هم شلیک می‌کردن. معلوم شد که 5 نفر از مردم کشته شدن، بینشون 2 تا سید بوده، چند تا زن بوده. خلاصه بحران بالا گرفته بود و قابل کنترل دیگه نبود. نظام العلما هم تونست همون شب فرار کنه. این لامصبا معلوم نبود راه فرار رو چطور پیدا می‌کردن، با اینکه مردم اونجا بودن همیشه یه راه فراری داشتن اینا. اما فردا صبح نیروی تازه نفس رسید. زینب پاشا همراه باقی نیروهاش راهی اونجا شدن. مشهوره که زینب پاشا این بار لچک رو سرش رو برداشت، زد به چوب، عین یه پرچم گرفت دستش و همه رو دنبال خودش کشون سمت خونه نظام العلما. این زنها دوباره مثل دفعه قبل بازار رو بستن، خونه و انبار این محتکر رو خالی کردن. یه سخنرانی مشهور هم همونجا زینب پاشا میکنه. گفت ای زنان، دیگر بس است، خسته شدیم از این وضع نابسامان. بیایید فریاد بکشیم که ما هم حق زندگی در این شهر را داریم. بعد دوباره به زنها گفت حرف آخرم با شما این است که در این وضع ناعادلانه باید تصمیم بگیریم. بین زندگی و مرگ یکی رو انتخاب کنیم و به پا خیزیم که گرسنگی و صبر بیمورد در مقابل این ظالمان ما را خواهد کشت. همین بود که خونه نظام العلما سنگبارون شد و درها شکسته شد و مردم به اون چیزی که مال خودشون بود دست پیدا کردند. با وجود حمله قوای حکومت مردم دوباره اونجا تجمع کردند و با اینکه کشته دادن حق خودشون رو گرفتن. حالا دیگه حرف همه تو تبریز این شده بود اگه حکومت به فکر ما نباشه ما خودمون یه کاری میکنیم. رهبر این جنبش توی اون دوران تاریخی نه یک منورالفکر بود، نه یک روحانی بود و نه یکی از اون سردارهایی که بعداً مثلا در دوره مشروطه مشهور شد. رهبر این جنبش یک زن بود که به همه یاد داد فرقی نمیکنه، زن و مرد نداره، وقتی تحت فشاری باید حقتو بگیری. میگن همین دو جنبش، یعنی جنبش نون که تو 2 مقطع اتفاق افتاد،
باعث جرقه‌های انقلاب مشروطه تو سالهای بعد شد. درسته وجه روشنفکری مشروطه همیشه مهم بوده، اما کف بازار بود که ماجرا رو عوض کرد. هم نشون داد حکومت حرف نمیشنوه و قرار نیست به مردم کمک کنه، هم روشنفکرا و منورالفکرا و روحانیون متوجه شدن که میتونن روی قدرت مردم حساب کنن، نه فقط روی مردها که روی زنها. این یک نیروی عظیم بود، چون تا اون موقع فکرش هم نمی‌کردن که زنها بتونن اینقدر جسورانه وارد قصه بشن. اما زینب پاشا جزو کسایی بود که به این چیزا کاری نداشت، یعنی اصلاً به این که در آینده قرار یک جنبشی مثل مشروطه شروع بشه فکر نمی‌کرد. اون فقط برای مردم می‌جنگید. مشهوره که حملات چریکیشو با یه گروه 30 نفره زنونه تو روستاهای اطراف هم انجام میداد. کسایی که غلات نمیفروختن همیشه منتظر حمله زینب پاشا و گروهش بودن. نیروهای زیر دستش هم جسور بودن، هم نترس و هم طالب حق. همین بود که زینب پاشا رو بدل کرد به یه اسطوره. توی ایران زودتر از خیلی جاهای دیگه یه زنی داشتیم که برای مردمش جنگیده بود. یه نکته مهم درباره زینب پاشا و جنگاش بگم که جالبه، شاید بد نباشه بدونید. ببینید نسل‌های بعدی زنان مبارز توی ایران دست کم تا بعد از مشروطه افرادی بودن از خانواده‌های اشرافی و مشهور. ولی زینب پاشا نه از خاندان اشرافی بود، نه اونقدری مشهور بود خانواده‌اش، نه اصلاً سوادی داشت که مثلا مقاله بنویسه، نامه بنویسه به جایی و اینها. زنان دوره مشروطه، کسایی که مبارزه می‌کردن، مجله در می‌آوردن و اینها، افرادی بودن که سواد زیادی داشتن، کتاب خونده بودن، معاشرت می‌کردن با افراد و با خانواده‌هایی که خودشون هم در معرض یک تغییر عمده بودن، به هر حال در معرض علم جدید، جامعه جدید قرار گرفته بودن. اما جنبش زینب پاشا خیلی درونی و ذاتی بود. درباره حق زندگی بود، حق طبیعی هر موجود زنده‌ای روی این کره خاکی. نحوه جنگش اگرچه خیلی مردونه میاد و به نظر میرسه که خب اون خودشو شبیه مردا کرده بود، برای همین خیلی توجه آدم‌ها رو جلب کرد، ولی نکاتی داره. مثلا هیچ وقت توی نیروهاش مرد نبود. اگر کسی میومد کمک بکنه ردش نمی‌کرد، ولی معتقد نبود به این که ما باید پشت سر مردها حرکت کنیم یا اگه با اونا تفاهم نکنیم هیچ کاری جلو نمیره. میگفت شماها اگه نمیتونید بجنگید برید تو خونه، ما خودمون کار رو انجام میدیم. دومین نکتهش اینه که به همه عقاید احترام میذاشت و همه هم حواسشون بود که به این آدم باید احترام بذارن. میگن یه بار از جلوی یه سری از معمما داشته رد میشده، از روحانیون، و اونا همه با هم دست جمعی بهش سلام کردن. ابهت شخصیتش، کاراکترش، توجهش به مردم باعث شده بود حتی کسایی که اصولاً اینجور چیزها رو نمیخوان بپذیرن هم موقعیت زینب پاشا رو بپذیرن و بفهمن که اون میتونه رهبر این جنبش باشه. درست در روزهایی که انفعال همه رو از پا انداخته بود، مردها رو قهوه خونه نشین کرده بود، در واقع خونه نشین کرده بود، این زن بود که تونست این جنبش رو راه بندازه و شروع بکنه به کار کردن. شاید اینو بدونید، نهضت زنها تو دوره بعد، یعنی بعد از این قصه ها و همزمان با مشروطه و بعد از مشروطه، به خاطر نگرانی از اعتراض ها و بی‌حرمتی هایی که بهشون میشد، بیشتر جنبه فرهنگی و غیر سیاسی داشت. روزنامه چاپ میکردن، مجله چاپ میکردن، سخنرانی میکردن، انجمن داشتن و اینها. توی دوره مشروطه خیلی از این انجمن‌های سری زنان راه افتاد و نقش مهمی داشت. اما رویکرد کلیشون این بود که بگن ما داریم کار فرهنگی میکنیم، دنبال مثلا مدرسه سازی و اینا هستیم. زینب پاشا یکی از اون اولین زنهای مبارزه ایرانیه که فهمید آدم غیر سیاسی وجود نداره. همه چی، از نون تا توتون، از چماق تا تفنگ سیاسیه توی این مملکت. قصه زینب پاشا از این نظر شاید مهمه، هیچ چیز سانتیمانتالی توش وجود نداره. یه آدمیه که هر وقتی احساس بکنه مردمش در تنگنا قرار گرفتن دست به یه اقدامی میزنه.
بدون اینکه هیچ ادعایی داشته باشه، بدون اینکه بخواد خودش رو حقنه بکنه به کسی، بدون اینکه تقاضای عجیب و غریبی داشته باشه. درباره حق همیشه حرف زد. عاقبتش چی شد زینب پاشا؟ ماجرا برمیگرده به یه سفر زیارتی که این خانم به عتبات عالیات داشت. اون که همیشه مخفی زندگی میکرد و جاسوسا دنبالش بودن، تصمیم گرفت همراه یه سری از خانم‌ها راهی این سفر زیارتی بشه، بره کربلا و نجف. میگن نزدیک کربلا نیروهای عثمانی اونا رو متوقف کردن، اموالشون رو برداشتن و شروع کردن به بازرسی بدنی. اینجا که رسید زینب پاشا طاقت نیاورد. با همون چوب دستی معروفش که همراهش بود حمله کرد به سمت این نیروهای عثمانی. زنای دیگه هم پشتش در اومدن و نیروهای عثمانی رو اونجا کشتن. بعد از کشته شدن این نیروهای عثمانی بود که زینب پاشا برای همیشه ناپدید شد. دیگه هیچ خبری ازش شنیده نشد. آیا در نجف زندگی کرده، در کربلا مرده، عثمانی ها کشتنش، یا اینکه تونسته جون سالم به در ببره و برگرده ایران؟ قصه زینب پاشا عین یه افسانه که در خلایی ظهور میکنه و در شرایط عجیب و غریبی ناپدید میشه همین جوریه، ولی اونقدر پررنگ بود که وارد فرهنگ مردم آذربایجان شد. خیلی طول کشید تا بقیه مردم هم بدونن زینب پاشا کیه و اصلا چه اهمیتی داره. شاید هنوزم خیلی ها ندونن، طبیعی هم هست. به هر حال هرچی از مرکز ما دور میشیم اخبار کمتر میشه، کم رنگتر میشه و اهمیتشون رو از دست میدن. ما ممکنه خیلی چیزها درباره اطراف و استانهای یه خورده دور از تهران ندونیم، ولی زینب پاشا تو فرهنگ این مردم باقی موند. مثل یه افسانه هم باقی موند. نه فقط مثل یک افسانه باقی موند که معلوم شد هر زمانه قهرمان خودش رو میسازه. اون قهرمان تا حدی کارش رو میکنه و میره. خب من گفتم که تأثیر زینب پاشا شاید در همین حدود مثلا افسانه و اینجور چیزا باقی مونده باشه، ولی واقعیات عینی هم وجود داره که نشون داده دست کم توی اون منطقه و اون محل نقش زیادی گذاشته روی سرنوشت زنها. وقتی ماجرای جنگ‌های خیابونی تو دوران مشروطه بالا میگیره، اخبار زیادی منتشر میشه از حضور زنها تو خط مقدم. مشهورترینش همون قصه سرباز مجروحیه که نمیذاره لباسشو در بیارن. ستارخان میاد تو سنگر ببینه که اون چشه و اونجاست که میفهمه این سربازش یه زنه که لباس مردا رو پوشیده. یا مثلا نویسنده به اسم میم پاولویچ توی کتاب 3 مقاله درباره انقلاب مشروطه از یکی از سنگرهای تبریز نوشته که زنها ادارش میکردن. یا زمانی که عین‌الدوله به نیروهای جنگی التیماتوم 48 ساعته داد، این زنها بودن که دوشادوش مردا ایستادن و نذاشتن مقاومت بشکنه. زنای تبریز بعدها یک کمیته تشکیل دادن به اسم کمیته زنان و شروع کردن به نامه نوشتن به چهره‌های مشهور درباره مشروطه. مثلا به ملکه آلمان نامه نوشتن. اینا شاید تأثیر غیر مستقیم گرفته باشن از زینب پاشا. هر حرکتی تأثیرش تا مدت‌ها میمونه. ممکنه یه دوره‌ای خاموش بشه آتش زیر خاکستر، ولی کم کم تأثیرات این روی خودآگاه و ناخودآگاه آدم‌ها اثر میذاره. اونها رو متوجه یک نکاتی میکنه، آگاهی بخش هر حرکتی. روایت‌های رسمی سعی میکنن این چیزها رو نادیده بگیرن، ولی این روایت‌ها مثل افسانه‌ها، مثل قصه‌ها سینه به سینه منتقل میشه از نسلی به نسل دیگه. زینب پاشا کل کارهایی که کرده توی 2-3 مقطع تاریخی مربوط میشه مثلا به 5-6 سال. بعد از اون هم با ناپدید شدن عجیبش جوری به افسانه‌ها و اسطوره‌ها میپیونده، ولی تأثیرش 10 سال بعد معلوم میشه، وقتی جنبش مشروطه توی ایران راه میفته و زنها، به خصوص زنهای تبریز، ازش تأثیر میگیرن. این شماره 5 از فصل 3 رادیو تراژدی بود که من کریم نیکونظر رو اجرا کردم. اگه دوست داشتید نظرتون رو به ما بگید، یه سری بزنید به صفحه ما توی کست باکس یا اینستاگرام یا سایتمون. اونجا هر چی بنویسید و ما میخونیم.
اگرم دوست داشتید از ما حمایت کنید، لطفاً مجله کتاب تراژدی